به نام خداوند شروع میکنیم درس امروز ما. درس پنجم، ساختمان اساسی جمله. زمان حال و آینده. فعل در زمان حال حالت چیزی را که در حال حاضر و یا چند بار اتفاق باشد بیان میکند. طریقش: اسم، ضمیر، فعل، قید مکان. مثال: من امروز کابل آمدم. من ملاقات مادر کلان امروز. تعریف: در زمان گذشته که چند و یا یک و یا چند بار اتفاق افتاده باشد. مثال: من کار دیروز. او پسر قبلا شاگرد. من خرید موتر دیروز. تعریف: زمان آینده. زمان آینده حالت و انجامی که در زمان آینده اتفاق کند. مثال: من فردا مکتب. من فروخت موتر فردا. من خواب بعد از ظهر. من کار تمام روز. چاشت هوا گرم. شاگردان عزیز، درس امروز ما خلاص شد. تا آینده، خداحافظ.